اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. یا کیست که آسمانها و از زمین را آفریده و برای شما از آسمان باران را نازل کرد، پس به وسیله این آب باغ‌های سرسبز و شادابی را رویانیدیم. برای شما ممکن نبود که درختان آن را برویانید. آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ نه خیر، بلکه آنها مردمی اند که از راه حق انحراف می‌ورزند. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یا کیست که زمین را قرارگاهی گردانید و در میان آن رودبارها را جریان داد و بر آن کوههای استوار را قرار داد و میان دو آب حایل را به میان آورد. آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ نه خیر، بلکه اکثرشان نمی‌دانند. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. یا کیست که دعای درمانده را چون به او نیایش کند اجابت می کند و سختی را برطرف می نماید و شما را خلفای زمین قرار می دهد. آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ بسیار کم است آنچه پند می گیرید. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یا کیست که شما را در تاریکی های خشکه و بحر راهنمایی می کند و کیست که بادها را پیش از رحمت خود به حیث بشارت دهنده می فرستد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ خداوند از این که با او شریک می آورند برتر است. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یا کیست که آفرینش را آغاز می کند و باز آن را تجدید می کند و کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ آیا معبودی دیگری با است؟ بگو دلیل خود را بیاورید اگر راست می گویید. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بگو جز خدا هیچ یک از کسانی که در آسمان ها و زمینند غیب را نمی دانند و نیز نمی دانند چی وقت برانگیخته می شوند. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکه علم ایشان در مورد آخرت به هم پیوست، یعنی در زمینه به حیرت ماندند، بلکه ایشان در آن در شک هستند، بلکه ایشان در مورد آن نابینا هستند. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. کافران میگویند آیا وقتی که ما خاک باشیم و پدران ما نیز، آیا باز هم از خاک بیرون آورده میشویم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. واقعا به ما این وعده داده شده و قبل از این به پدران ما نیست و این جز افسانه پیشینیان نیست. قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین. بگو در زمین سیاحت کنید، بنگرید که عاقبت گناهکاران چگونه شد. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. و بر ایشان غم مخور و از دسیسه هایشان تنگدل مباش. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. میگویند چی وقت این وعده به سر خواهد رسید اگر راست میگویید. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. بگو شاید بعضی چیزهایی را که به شتاب میطلبید بر شما پیاپی فرا رسد. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. و بیگمان پروردگار تو بر مردم صاحب فضل است اما اکثر ایشان سپاسگزار نیستند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. و بیگمان پروردگار تو همه چیزهایی را که در سینه های خیش پنهان می کند و همه چیزهایی را که آشکارا می کنند به خوبی می داند. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. هیچ رازی در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتاب آشکارا ثبت شده است. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بیگمان این قرآن برای بنی اسرائیل بیشتر آنچه را ایشان در آن اختلاف می‌ورزند بیان می‌کند. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. و بیگمان این قرآن هدایت است و رحمتی برای مؤمنان. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بیگمان پروردگار تو با حکم خود در میانشان فیصله می کند و هم اوست صاحب قدرت منعی و دانا. فتوکل علی الله إنك على الحق المبين. پس بر خدا توکل کن حقا که تو بر طریقه حق آشکار هستی. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. بیگمان تو مردگان را شنوانده نمیتوانی و نه هم به آدمهای کر دعوت به سوی حق را شنوانده میتوانی هنگامی که رو به فرار نهند و پشت بگرداند. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نه هم میتوانی رهنمای نابینایان از گمراهیشان باشی. شنوانده نمیتوانی مگر کسانی را که به آیات ما ایمان آورده اند پس ایشان به آن تسلیم هستند. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. و چون وعده عذابشان فرا رسد از زمین جانوری یعنی دابة الارض را برای ایشان بیرون آوریم که به آنها سخن گوید به سبب آنکه مردم به آیات ما یقین نداشتند. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. و
روزی که از هر امت طایفه از کسانی را که آیات ما را تکذیب می کردند گرد آوریم و ایشان دستبندی شوند. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. تا چون برای بازپرسی بیایند و خداوند به ایشان بگوید آیا آیات مرا تکذیب کردید در حالی که علم شما به آن احاطه ندارد یا چی می کردید؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. و وعده عذاب بر ایشان به نسبت این که ستم می کردند تطبیق شد و ایشان سخنی گفتن نمی توانند زیرا جواب و دلیل ندارند. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا ندیده اند که شب را آفریدیم تا در آن آرام گیرند و روز را روشنی بخش آفریدیم؟ بیگمان در این نشانه هایی است برای مردم مؤمن. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. و روزی را باید داشته باشید که در سور دویده می شود، پس آنانی که در آسمان هایند و آنانی که در زمینند همه مضطرب می شوند جز کسانی که خدا بخواهد و همه به حضور او به خواری می آیند. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. و کوه ها را می بینی و می پنداری که ساکنند ولی در حقیقت همچون ابری در حرکتند. صنع خدا و آفرینش او است که هر چیز را محکم و استوار ساخته است. حقا که او به آنچه می کنید آگاه است. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. کسی که کاری نیکی انجام دهد پس به او پاداش بهتری از آن می باشد و ایشان از دهشت آن روز در امانند. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. و کسی که عمل ناشایسته انجام دهد پس چنین مردمی بر روی خود در آتش انداخته می شوند. آیا جز به همان چیزی که عمل می کردید پاداش داده می شوید؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. بگو به من امر شده است تا پروردگار این شهر یعنی مکه را پرستش کنم، ذاتی که آن را حرم قرار داده و هر چیز از آن اوست، و به من امر شده تا از مسلمانان باشم و این که قرآن را بخوانم. پس هر که رهیاب شد به نفع خودش رهیاب می شود و هر که گمراه شود پس بگو من صرف از بیم دهندگان هستم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. و بگو ستایش از آن خداست، ذاتی که به زودی نشانه های خود را به شما می نمایاند و آنها را می شناسید و پروردگار تو از آن چی می کنید غافل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. طاسیم تلك آیات الكتاب المبین. طاسیم این آیات کتاب روشن است. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بر تو قسمت از داستان موسی و فرعون را برای مردمی که ایمان دارند به درستی می‌خوانیم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بیگمان فرعون در زمین سرکشی کرد و مردم آن را به دسته‌های متفرق ساخت. یک دسته ایشان را زبون گردانید، پسران ایشان را میکشت و دختران ایشان را زنده نگه می داشت، حقا که وی از مفسدان بود. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. و ما میخواستیم بر کسانی که در آن سرزمین زبون گردانیده شده بودند منت گذاریم، ایشان را پیشوا گردانیم و ایشان را وارث آن سرزمین سازیم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ایشان را در زمین جاگزین گردانیم و تا برای فرعون، هامان و لشکریانشان از طرف بنی اسرائیل چیزهایی را نشان دهیم که از آن می ترسیدند. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده، پس چون در مورد او برایت خوف دست داد او را به دریا بینداز، مترس و غمگین مشو، بیگمان او را به تو باز می آوریم و او را از پیامبران می گردانیم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. پس کسان فرعون او را از دریا برداشتند. آری این سرنوشت شده بود تا موسی برای فرعونیان دشمن و سبب اندوه باشد. بیگمان فرعون و هامان و همه لشکریانشان خطاکار بودند. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. زن فرعون گفت این طفل برای من و تو نوری دیده است، او را مکشید، شاید به ما سودی برساند یا ما او را فرزند بگیریم. و ایشان احساس نمی کردند که به چی سرنوشتی دچار خواهند شد. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. دل مادر موسی بیتاب شد و نزدیک بود آن رویداد را افشا کند، اگر آن نمی بود که ما دل او را نیرومند و شکیبا گردانیدیم تا از باورمندان وعده ما باشد. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. با خواهر موسی گفت برادرت را تعقیب کن. پس او از دور موسی را دیدبانی میکرد ولی فرعونیان احساس نمی کردند. وحرمنا عليه المراضع
قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. موسی را از پیش از گرفتن پستان شیر آوران باز داشتیم. پس خواهرش گفت آیا شما را به خانواده راه نمایم که او را برای شما تربیت کنند و به او خیرخواه باشند؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. به این ترتیب او را به مادرش بازگشتاندیم تا چشم او روشن شود و اندوهگین نشود و تا بداند که وعده خداوند راست است، اما اکثر مردم نمی‌دانند. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون موسی به کمال نیرومندی خود رسید و بر امور خویش مسلط شد، به او حکمت و علم دادیم و نیکوکاران را این چنین پاداش دهیم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. و به شهر هنگامی داخل شد که مردم آن متوجه نبودند. در آنجا به دو مرد برخورد که با هم شدیداً پرخاش می کردند. یکی از قوم خود او بود و دیگرش از قوم دشمنان او. آن که از قوم خود او بود از وی در برابر دشمن خود دادخواهی کرد. در این حالت موسی آن دشمن را مشتی زد که کارش را تمام کرد. موسی گفت این از عمل شیطان است، بیگمان که او به گونه آشکارا دشمن گمراهگری است. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحیم. موسی گفت ای پروردگار من، واقعا بر نفس خود ستم کردم، مرا بیامرز. خداوند او را آمرزید، حقا که او آمرزنده و مهربان است. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. گفت ای پروردگار من، چون بر من نعمت فراوان دادی، از این رو هرگز مددگار مجرمان نمی شوم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بامدادان با ترس در شهر دیدبانی می کرد که ناگهان با مردی برخورد که دیروز از او کمک خواسته بود. باز فریاد دادخواهی زد. موسی به او گفت براستی که به گونه آشکاری تو گمراه هستی. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سپس هنگامی که موسی خواست تا مردی را که دشمنشان بود گرفتار کند، آن شخص به گونه دادخواهی گفت ای موسی، آیا می‌خواهی که مرا بکشی طوری که شخصی را دیروز کشتی؟ جز ستمگری در زمین اراده نداری و نمی‌خواهی که از جمله مصلحان باشی. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك
يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. مردی از دورترین قسمت شهر شتابان آمده گفت ای موسی، بزرگان دربار فرعون با هم در مورد تو مشورت دارند تا تو را بکشند، پس بیرون رو، بیگمان من به تو از نیکخواهانم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. موسی از شهر با ترس و دیدبانی بیرون رفت. در این حال گفت ای پروردگار من، مرا از قوم ستمگار نجات ده. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. چون به سوی مدین روی آورد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. چون به آب مدین رسید در آنجا دسته از مردم را دید که رمه‌هایشان را آب می‌دهند و به عقب آنها دو زن را دید که رمه‌شان را پاسداری می‌کنند. گفت مشکل شما چیست؟ گفتند رمه خود را تا وقت آب نمی نوشانیم که دیگر شبانان رمه‌هایشان را بازگردانند و پدر ما کهنسال است. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. او رمه‌شان را برایشان آب داد، سپس به سایه روی آورد و گفت ای پروردگار من، به چیزی از خیر که به من فروداری نیاز دارم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. یکی از آن دو دوشیزه با نهایت حیا به سوی او بازگشت و گفت پدرم تو را می‌خواهد تا در برابر آب دادن رمه ما به تو مزد بدهد. چون موسی به پیش پدر آن دوشیزگان آمد و قصه خود را به او بیان کرد، آن شخص گفت مترس، اکنون از قوم ستمگار نجات یافتی. قالت احداهما یا ابت استأجر این خیر من استأجرت القوی الامین. یکی از دوشیزگان گفت ای پدر من، او را استخدام کن، براستی بهترین کسی را که استخدام کنی آن است که قوی و امانتکار باشد. قال اینی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. گفت میخواهم یکی از این دو دختر خود را به تو به نکاح بدهم به شرط آن که 8 سال خدمت مرا کنی، اما اگر 10 سال را به سر رسانی این مهربانی است از جانب تو و من نمیخواهم بر تو سخت گیرم، ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. گفت این است قول و قرار میان من و تو، هر کدام از این دو مدت را تکمیل کنم ملامتی بر من نیست و بر آنچه میگویم خدا گواه است.
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. چون موسی میاد را تکمیل کرد و خانواده خود را برد، آتش را در سمت کوه تور دید. به خانواده خود گفت درنگ کنید، بیگمان من آتشی دیدم، شاید از آن به شما خبری بیاورم یا پاره از آن آتش بیاورم تا خود را گرم کنید. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. چون به آن آتش رسید، از کرانه دست راست وادی از درختی در سرزمین با برکت آوازی بلند شد که ای موسی، حقا که من خداوند پروردگار عالمیان هستم. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. و عصای خود را بیفکند. چون آن را دید که حرکت می کند گویی ماری است، روی گردانید و با عقب باز ندید. گفتیم ای موسی مترس، روی بیاور، بیگمان تو از ایمنانی. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دست خود را در جیب خود درآر تا سفید یعنی درخشان بیرون آید، بدون آنکه این سفیدی از عیبی باشد، و بازوی خود را به پهلوی خود بچسبان که از ترس ایمن شوی. این دو معجزه است از طرف پروردگار تو برای فرعون و بزرگان دربار او، بیگمان ایشان قوم فاسق بودند. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی گفت ای پروردگارم، بیگمان من کسی را از ایشان کشته‌ام، از این رو میترسم که ایشان مرا خواهند کشت. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. و برادر من هارون، او در زبان از من فصیح‌تر است، پس او را با من به حیث مددگاری بفرست تا مرا تصدیق نماید که میترسم آنها مرا تکذیب کنند. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. خداوند گفت ما یقینا بازوی تو را به وسیله برادرت محکم می سازیم و برای هر دوی شما سلطه می دهیم که دشمنان به شما دست نمی یابند و به وسیله این معجزه های ما شما و پیروان شما غالبید. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. چون موسی معجزه های روشن ما را به ایشان آورد، گفتند این جز جادوی افترا شده ای نیست و ما چنین چیزهایی از نسل های پیشین خود نشنیده ایم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده
له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسی گفت پروردگارم به حال کسی که هدایتی را از جانب خدا آورده و نیز به حال کسی که سرای آخرت از آن اوست داناتر می باشد. حقیقت این است که ستمگاران هرگز رستگار نمی شوند. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون گفت ای بزرگان دربار، برای شما جز خود خدای دیگری سراغ ندارم و تو ای هامان برایم بر کوره خشتپزی آتش بیافروز و برایم قصری بساز تا باشد که به خدای موسی سری بکشم و من او را واقعا از دروغگویان میپندارم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. و به این ترتیب فرعون و لشکریانش در زمین به ناحق تکبر ورزیدند و پنداشتند که ایشان به سوی ما بازگشتانده نمیشوند. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. که در این حال او و لشکریانش را گرفتار ساختیم و آنها را به دریا انداختیم. نگاه کن که عاقبت ستمگاران چگونه شد. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. و ایشان را پیشوایانی گردانیدیم که مردم را به آتش میخوانند و در روز قیامت ایشان مدد کرده نمیشوند. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. در این دنیا از پیشان لعنت فرستادیم و در روز آخرت ایشان از زشترویانند. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعد از اینکه نسل‌های نخستین را هلاک گردانیدیم به موسی کتاب را به حیث بصیرت، هدایت و رحمت برای مردم دادیم تا باشد که ایشان پند گیرند. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. تو به جانب غربی نبودی هنگامی که به سوی موسی امر پیامبری را رسانیدیم و نه هم از گواهان آن رویداد بودی، مگر ما از آن به بعد نسل‌های را آفریدیم. بر ایشان دوره‌های پیاپی گذشت. در میان اهل مدین هم نبودی که آیات ما را بر ایشان می‌خواندی، مگر ما فرستنده پیامبرانی بودیم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. و نیز به گوشه کوه تور نبودی هنگامی که ما ندا در دادیم، مگر این وحی رحمتی است از جانب پروردگار تو تا همان قومی را بیم بدهی که بر ایشان بیم دهنده پیش از تو نیامده بود تا باشد که ایشان پند گیرند. ولولا أن
تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنین. اگر این نمی بود که چون به ایشان نظر به اعمالی که دستهایشان از پیش فرستاده مجازات داده می شد، می گفتند پروردگار ما چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی تا آیات تو را پیروی می کردیم و از مؤمنان می بودیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. پس چون سخن حق از جانب ما برایشان رسید گفتند چرا به او آیاتی داده نشد همانند آنچه به موسی داده شد؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد کافر نشدند؟ گفتند دو سحر است پشتیبان یکدیگر و گفتند بیگمان ما هر کدام آن را رد میکنیم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. بگو پس کتابی از نزد خداوند بیاورید که آن رهنماتر از این دو باشد تا آن را پیروی کنم اگر شما صادق هستید. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اگر ایشان درخواست تو را اجابت نمی کنند پس بدان که ایشان هوای نفس خیش را پیروی می کنند و کیست گمراهتر از کسی که هوای نفس خود را بدون در نظر گرفتن راهنمایی خدا پیروی کند، حقا که خداوند مردم ستمگار را هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. و بیگمان کلام خیش را برایشان پی در پی فرستادیم تا باشد که پند بگیرند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. آنانی که برایشان کتاب را پیش از این دادیم ایشان به آن ایمان دارند. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. و وقتی که قرآن به ایشان خوانده می شود می گویند به آن ایمان داریم، واقعا این حق است از جانب پروردگار ما، یقینا ما پیش از این نیز مسلمان بودیم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ایشان پاداش خود را دو بار در خواهند یافت به سبب آنکه شکیبایی ورزیدند، با نیکویی بدی را دفع می کنند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج می کنند. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. و چون سخن بیهوده را بشنوند از آن خود را به کنار می کشند و می گویند برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما، سلام بر شما، ما آرزوی پیوستن به صحبت جاهلان را نداریم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. واقعا تو نمیتوانی هر کسی را که دوست داری رهیاب گردانی، ولیکن خداوند هر کسی را که بخواهد رهیاب می سازد و او به حال راه یافتگان داناتر است.
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. و گفتند اگر با تو هدایت را پیروی کنیم از این سرزمین خود ربوده می شویم. آیا ایشان را در حرم مأمون جایگزین نگردانیدیم که با آن هر حاصل و هر میوه آورده می شود روزی از جانب ما؟ اما اکثرشان نمی دانند. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ای بسا سرزمین ها را که چون در امور معیشت خیش زیاده روی کردند هلاک گردانیدیم. این است منازلشان که بعد از ایشان هرگز کسی به آن نشیمن نگرفت جز محدود از مردم یا جز در اندکی از زمان و ما هستیم که وارث آن سرزمین هاییم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. و پروردگار تو ویران کننده هیچ سرزمینی نبوده است تا در مرکز آن پیامبری را نفرستاده که آیات ما را بر ایشان بخواند و ما هرگز سرزمین ها را ویران نمی کنیم مگر در حالی که اهل آنها ستمگار باشند. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. چیزی که به شما داده شده همانا برخورداری از وسایل محدود زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه در نزد خداست بهتر و پاینده تر است. آیا نمیفهمید؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا کسی که به او وعده نیکی وعده کردیم و او از آن بهره اندوز شد مانند کسی است که او را از متاع زندگی دنیا بهره‌مند ساختیم و سپس او در روز قیامت از احضار شدگان است. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجاست شریکان من آنانی که شما می پنداشتید؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. در این حال آنهایی که جرمشان به حیث گمراهگر به اثبات می رسد می گویند ای پروردگار ما اینهایند که ما ایشان را گمراه کردیم. ایشان را گمراه کردیم طوری که خود ما گمراه شدیم. اکنون به حضور تو از کرده خیش بیزاری می جوییم. ایشان ما را پرستش نمی کردند. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. به این مشرکان گفته می شود شریکان خود را بخوانید تا شما را از عذاب نجات دهند. ایشان را می خوانند ولی آن شریکان به ایشان جواب نمی دهند. مشرکان عذاب را می بینند و آرزو می کنند ای کاش ایشان را هیاب می شدند. و یوم
يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. و روزی را به یاد آرید که خداوند بر ایشان صدا کرده میگوید پیامبران را چی جواب داده بودید؟ فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. در این حال همه موضوعات نزدشان مبهم میماند و گفت و شنید نمی کنند. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین. اما کسی که توبه کرد، ایمان آورد و نیکوکاری ورزید، پس امید است که از زمره رستگاران باشد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. و پروردگار تو هرچی را بخواهد می آفریند و هر که را خواهد برمیگزیند. حق انتخاب در زمینه به ایشان سپرده نشده است. منزه است خدا و برتر است از آنچه به او شریک می آورند. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. و پروردگار تو چیزهایی را که سینه ایشان پوشیده نگه می دارد و آنچه را آشکار می سازند همه را می داند. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. و اوست خدا، معبودی جز او نیست. در اول و در آخر ستایش از آن اوست و فرمان روایی از آن اوست و به او بازگردانیده می شوید. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. بگو چی میگویید؟ اگر خدا شب را تا روز قیامت بر شما دائمی گرداند، کیست صاحب اختیار جز خدا که به شما روشنایی بیاورد؟ آیا نمیشنوید؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بگو چی میگویید؟ اگر خداوند تا روز قیامت روز را بر شما دائمی گرداند، کیست صاحب اختیار جز خدا که به شما شب را بیاورد که در آن آرام گیرید؟ آیا نمی بینید؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت خیش برای شما شب و روز را ساخت تا شما در شب آرام گیرید و تا در روز از فضل او بجویید و تا باشد که شما سپاسگزار شوید. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجایند آنهایی که ایشان را شریکان من میپنداشتید. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر گروه گواهی را بیرون می آوریم و می گوییم دلیل خود را بیاورید. در این حال واقعا در خواهند یافت که حق تنها از آن خداست و آنچه را افتراء کرده بودند از ایشان گم می شود، یعنی ایشان را در خلا می گذارد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بیگمان قارون از قوم موسی بود، پس بر ایشان سرکشی کرد و آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حتی حمل کلیدهای آن بر جماعتی از مردان نیرومند گرانی میکرد. چون قومش به او گفتند ناشکری مکن، خداوند ناسپاسان را دوست ندارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. و با آنچه خداوند به تو داده است سرای آخرت را بجو و در عین حال بهره خود را از دنیا نیز فراموش مکن و نیکوکاری کن چنان که خداوند به تو نیکویی کرده است و در زمین فتنه انگیزی منما، بیگمان خداوند مفسدان را دوست ندارد. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. گفت این دارویی به من از سبب علمی که دارم داده شده است. آیا ندانست که خداوند پیش از او نسل‌های را که هم نیروی بیشتری داشتند و هم دارایی بیشتری هلاک گردانید؟ اما از گناهان خود گناهکاران فوراً سوال نمی شود. فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. او در میان قومش در لباس آراسته بیرون شد. آنانی که زندگی این دنیا را می جستند گفتند ای کاش به ما هم مثل آنچه به قارون داده شده داده می شد. بیگمان او صاحب بهره بزرگی می باشد. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اما کسانی که به ایشان علم داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب ارزانی شده از جانب خدا برای کسانی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام میدهند بهتر است و با این ثواب بر نمیخورند مگر شکیبایان. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پس خود او و سرای او را به زمین فرو بردیم و برای او دسته نبود که او را مدد کند و از خشم خدا نجات دهد و او از پیروزمندان نبود. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. و کسانی که منزلت او را دیروز آرزو می کردند گفتند شگفتا خداوند برای هر کی از بندگان خود که بخواهد روزی را می گشاید و تنگ می سازد. اگر خدا بر ما احسان نمی کرد می توانست ما را هم در زمین فرو برد. شگفتا که کافران رستگار نمی شوند.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آن سرای آخرت را برای آنانی می‌گردانیم که در زمین اراده سرکشی و فساد ندارند و عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هر کی نیکی کند پس برای او مزد بهتر از آن پرداخته می شود و هر کی بدی کند پس بدکاران جزا داده نمی شوند مگر مطابق به آنچه می کردند. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. همانا آنکه قرآن را به تو فرض گردانید یقینا تو را به همان جای بازگشت تو باز می گرداند. بگو پروردگار من بهتر می داند چی کسی رهنمایی را آورده است و چی کس در گمراهی آشکار است. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. و توقع نداشتی که کتاب به تو فرود آورده می شود. این کار نبود جز رحمت از جانب پروردگار تو، پس هرگز پشتیبان کافران مشو. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. و هیچ چیزی تو را از ابلاغ آیات خدا باز ندارد بعد از آن که به تو نازل شده است. مردم را به سوی پروردگارت بخوان و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. و با خدا معبودی دیگر را در نیایش شریک مگردان. جز او معبودی نیست. هر چیز هلاک شده نیست مگر ذات او. حکم از آن اوست و به سوی او بازگردانیده می شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. الف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. آیا مردم پنداشتند که همین که بگویند ما ایمان داریم گذاشته می شوند و ایشان آزمایش کرده نمی شوند؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بیگمان کسانی را که پیش از ایشان زندگی می کردند نیز آزمایش کردیم تا خدا صادقان را متمایز گرداند و کاذبان را مشخص سازد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. آیا آنانی که مرتکب اعمال ناشایسته می شوند گمان می کنند که بر ما پیش دستی خواهند کرد؟ بد است قضاوتی که می کنند.
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم. آنکه امیدوار دیدار خداوند است بیگمان میاد یعنی دیدار خدا آمده نیست و او شنوا و داناست. و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله لغنی عن العالمین. کسی که جهاد کند واقعا برای خود جهاد می کند، حقا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بدیهایشان را از ایشان می زداییم و بیگمان ایشان را به نیکوترین اعمالشان پاداش می دهیم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. و انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش کردیم اگر سعی کنند تا تو را مجبور سازند که با پرستش من چیزی را شریک سازی که به آن علم نداری، پس ایشان را اطاعت مکن. بازگشت شما به سوی من است و در آنجا من شما را به حقیقت اعمالی که انجام میدادید آگاه میسازم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بیگمان ایشان را در زمره صالحان در میاریم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. از مردم کسی هست که میگوید به خداوند ایمان آوردیم، اما چون در راه خدا به او اذیتی رسد آنچه را از مردم متحمل می شود مانند عذاب خدا می پندارد و اگر به تو از جانب پروردگارت مددی رسد میگویند ما واقعا با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. و خداوند کسانی را که ایمان آورده اند خوب می شناسد و نیز منافقان را خوب می شناسد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. کافران به مسلمانان گفتند راه ما را پیروی کنید، ما بار گناه شما را به گردن میگیریم، در حالی که ایشان چیزی از گناهان مسلمانان را به گردن گرفتن نمیتوانند و در حقیقت ایشان دروغگویند. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بیگمان
چون ایشان سنگینباری های خود و نیز سنگینباری های دیگری را با سنگینباری های خود برمی‌دارند و حتما در روز قیامت از این افتراهایی که بربسته‌اند مورد سؤال قرار می‌گیرند. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. او در میانشان 50 کم 1000 سال درنگ کرد. پس آنها یعنی قوم نوح را طوفان فرو گرفت و ایشان ستمگار بودند. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. در این حال نوح و اهل کشتی را نجات دادیم و کشتی را نشانه برای جهانیان گردانیدیم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. و نیز ابراهیم را نجات دادیم وقتی که به قوم خود گفت خدا را پرستش کنید و از او بترسید. این کار برای شما بهتر است اگر حقیقت را بدانید. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. واقعا شما جز خدا بتانی را پرستش می کنید و از خود دروغ را می سازید. آنهایی را که جز خدا می پرستید مالک این نیستند که به شما روزی بدهند. لذا از نزد خداوند روزی بجویید، او را بپرستید و به او سپاس گذارید. به سوی او بازگردانده می شوید. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. و اگر پیام خدا را تکذیب می کنید پس به خاطر داشته باشید که بیگمان امتهای پیش از شما نیز این پیام را تکذیب کرده بودند و نیز بر پیام رسان جز رساندن پیام به گونه آشکارا. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. آیا ندیدند که خداوند مخلوق را چگونه از نو پیدا می کند و باز باری دیگر هستی آنها را از سر می گرداند؟ براستی که این کار بر خداوند آسان است. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدیر. بگو در زمین سفر کنید و ببینید چطور خداوند آفرینش را آغاز کرده است. باز باری دیگر خداوند هستی آخرت را به وجود می آورد. حقا که خداوند بر هر چیز تواناست. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون. هر که را بخواهد عذاب می کند و به هر که بخواهد رحم می کند و به سوی او بازگردانیده می شوید. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نه در زمین نه در آسمان در هیچ جای اراده خدا را عاجز کننده نیستید تا بدین ترتیب خود را از دم تقدیر نجات دهید و برای شما جز خدا حامی و مددگاری نیست.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. آنانی که به آیات خدا و لقای او کافر گردیدند هم ایشانند که از رحمت من ناامید شدند و همینها را عذاب دردناک است. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. پس جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند او را بکشید یا او را بسوزانید، اما خداوند او را از آتش نجات داد. بیگمان در این نشانه هایی است برای قومی که ایمان دارند. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ابراهیم گفت شما بت‌های را به جز خدا و خدایی گرفتید تا در این زندگی دنیا آن را وسیله دوستی میان خویشتن قرار دهید. سپس در روز قیامت بعضی شما از بعضی دیگر منکر گردیده و یک دیگر را لعنت خواهید کرد. پناهگاه شما آتش است و شما را مددگاری نیست. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. پس لوط با پیام ابراهیم ایمان آورد و گفت بیگمان من به سوی همان جا که پروردگار من هدایت داده است هجرت کننده ام، حقا که او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و به ابراهیم اسحاق و یعقوب را دادیم و در میان نسل او نبوت و کتاب را قرار دادیم. با او پاداش او را در دنیا دادیم و بیگمان او در آخرت از صالحان است. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. و لوط را به خاطر آور وقتی که به قوم خود گفت شما چنان فسق و فجوری را مرتکب می شوید که هیچ یک از اقوام جهان در آن شما پیش دستی نکرده است. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا شما به راستی به مردان پیش می شوید و رهزنی می کنید و در مجالس خیش اعمال ناشایسته را مرتکب می شوید؟ ولی جواب قوم او جز این نبود که گفتند عذاب خدا را بر ما بیاور اگر از راست گویانی.
مفسدين. لوط گفت ای پروردگار من، مرا بر این قوم فساد پیشه پیروز گردان. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. و چون فرستادگان ما به ابراهیم مژده آوردند گفتند ما یقینا مردم این دیار را تباه کننده ایم، زیرا ایشان واقعا ستمگار بودند. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم گفت اما لوط هم در آنجاست. آنها گفتند ما بهتر میدانیم که کی در آنجا است، یقینا او و خانواده وی را نجات خواهیم داد جز زنش را که در زمره ماندگاران است. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند وی از سبب ایشان اندوهگین شد و دلش به نسبت آنها تنگ گردید. گفتند مترس و اندوهگین مباش، بیگمان تو را و خانواده تو را نجات میدهیم جز همسرت را که او از ماندگاران خواهد بود. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما عذاب را از آسمان بر اهل این دیار به سبب فسقی که مرتکب شدند فرود می آوریم. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. و بیگمان از آن نشانه واضح را برای مردم هوشیار باقی گذاشتیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و برای قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم. به ایشان گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید، روز قیامت را در نظر داشته باشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قومش او را تکذیب کردند، لذا آواز مهیب ایشان را فرا گرفت و در خانه های خود مردگانی بر روی افتاده گردیدند. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. و عاد و ثمود، یقینا به شما از خانه های نشیمنشان معلومات حاصل شده است. شیطان کردارشان را برایشان زینت بخشیده بود و ایشان را از راه باز داشت، هرچند به ظاهر حال از بینش برخوردار بودند. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا
استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. و قارون و فرعون و هامان را به یاد آور. موسی و ایشان معجزه های آورد، اما ایشان در زمین تکبر کردند و پیش دستی هم نتوانستند. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و هر یکیشان را در برابر گناهش گرفتار ساختیم. بر برخی از آنها سنگباران نازل کردیم، برخی از ایشان را آواز سهمگین فرو گرفت، برخی از ایشان را به زمین فرو بردیم و برخیشان را در آب غرق ساختیم. چنین نبود که خدا بر ایشان ستم کند، بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم کرده بودند. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثال آنانی که جز خدا چیزی دیگری را سرپرست امور خیش گرفتند، این کارشان مانند عنکبوت است که برای خود خانه ساخته است. براستی که سسترین خانه ها خانه عنکبوت است، اگر ایشان بدانند. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. حقا که خدا آنچه را ایشان جز او می پرستند از هر چیزی که باشد می داند و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اینها مثالهای اند که آن را برای مردم میزنیم و آن را جز دانشمندان نمیدانند. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید و واقعا در این نشانه است برای مؤمنان. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید. مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.